آیا اهرام مصر فقط آرامگاه‌هایی برای فرعون‌ها بودند یا شاید نشانه‌هایی هستند از دانشی فراموش شده، ساخته‌های عظیم در دل کویر که حتی امروز با تمام پیشرفت‌های تکنولوژیکیمان باز هم ذهنمان را به چالش می‌کشند؟ در این اپیزود از چشم سوم با هم سفری خواهیم داشت به عمق زمان، جایی که تاریخ، افسانه و علم در هم می‌پیچند. آیا آماده‌اید راز اهرام مصر را کشف کنیم؟ اهرام مصر یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستان هستند. بزرگترین اونها هرم خوفو یا هرم بزرگ جیزه است، سازه‌ای به ارتفاع اولیه 146 متر که حدود 4500 سال پیش ساخته شده. بر اساس روایت رسمی، این هرم‌ها مقبره‌هایی برای فرعون‌ها بودند، ساخته شده با هزاران کارگر طی چندین دهه. اما مشکل اینجاست: حجم سنگ‌ها، دقت برش‌ها، تراز بودن بی‌نقص هر ذیل وره. با دانش آن زمان همخوانی نداره. هر سنگ بین 2 تا 15 تن وزن داره. چطور بدون جرثقیل، بدون چرخ، حتی بدون آهن این شاهکار خلق شد؟ یکی از معماهای بزرگ روش ساخت اهرامه. نظریه‌های زیادی مطرح شده. استفاده از رمپ‌های شیبدار، ترفندهای فیزیکی ناشناخته یا حتی دانش تکنولوژیکی که گم شده. یک فرضیه دیگه میگه که شاید اصلاً تمدنی پیشرفته تر قبل از مصری‌ها وجود داشته که این سازه‌ها رو ساخته. برخی حتی اشاره میکنن به تکنولوژی صوتی برای جابجایی اجسام سنگین یا استفاده از خاصیت ضد جاذبه. شاید اینها فقط تئوری باشن، اما چیزی توی اهرام هست که ذهن ما رو ول نمیکنه. نکته جالب دیگه موقعیت مکانی و جهتگیری اهرام. 3 هرم اصلی جیزه با کمربند صورت فلکی اوریون شکارچی همراستا هستند. مصری‌ها اعتقاد داشتند که فرعون بعد از مرگ به ستارگان می‌پیوند، ولی دقت این تطابق چیزی فراتر از باورهای معنوی ساده است. بعضی محققان معتقدند که این چینش نشونه‌ای از دانش پیشرفته اخترشناسیه. حتی جهتگیری دقیق اضلاع هرم خوفو با 4 جهت جغرافیایی حیرت انگیزه. دقتش تا حدیه که امروز با GPS هم چنین ترازی به سختی به دست میاد. درون اهرام هم پر از سوالاته. راهروهای پیچیده، اتاقهای پنهان و حتی فضای خالی عظیمی که در سال 2017 با تکنولوژی اسکن سه‌بعدی کشف شد. در داخل هرم بزرگ تالار بزرگ وجود داره با سقفی شیبدار که از هزاران سنگ سنگین تشکیل شده. دلیل ساخت این ساختارها هنوز مشخص نیست. آیا اینها فقط سازه‌هایی برای جلوگیری از ریزش بودند یا بخشی از یک ماشین ناشناخته؟ برخی حتی باور دارند که اهرام مولد انرژی بودن، شاید نوعی تکنولوژی باستانی برای انتقال نیرو. اهرام تنها سازه‌های سنگی نیستند. در دل معماری اونها مفاهیم عمیق فلسفی و انرژیایی نهفته است. عددهایی مثل 3، 4 و 7 بارها در طراحی اهرام تکرار میشن. شکل هرمی در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی نماد ارتباط بین زمین و آسمان بوده. حتی بعضی باور دارن که شکل هرم میتونه انرژی کیهانی رو متمرکز کنه. آیا اهرام مرکز تجمع انرژی زمین بودن یا شاید گیرنده‌هایی برای دریافت پیام‌هایی از ستارگان؟ اهرام مصر چیزی فراتر از سنگ و ماسه است. اونها بخشی از یک معما هستند، معمایی که هنوز هم ذهن ما رو درگیر خودش کرده. چه هدفی پشت ساخت اهرام بود؟ آیا واقعاً فقط مقبره بودن یا اسراری در دل اونها نهفته است که هنوز منتظر کشف شدن هستند؟ شاید هیچ وقت جواب قطعی نگیریم، ولی همین راز، همین ابهام دلیلیه برای نگاه دوباره به تاریخ و پرسیدن سوالاتی که فراموش کردیم بپرسیم. شما با چشم سوم همراه بودید، جایی که پرده از رازهای ناگفته تاریخ و علم برداشته میشه. اگر این ویدیو براتون جالب بود، لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و حتما در کامنت ها بنویسید که دوست دارید قسمت بعدی درباره چی باشه.